دقیقاً به یاد دارم شب و روز را که هر دقیقه و ثانیه پشت پرده های تلویزیون بودیم و چینل های خبری را تبدیل کرده می رفتیم به خاطر خبر شدن از اوضاع. ولی متاسفانه هر ثانیه هر دقیقه خبرهای بد و بدتر به گوش ما می رسید. خبرهایی که شهرها و ولسوالی ها را یکی به یکی دیگه از دست داده می رفتیم. در ظرف 10 روزی زندگی کاملا تغییر کرد. هر ولایت های ما به قسم سقوط کردن که اصلا انتظارش نداشتیم. تاریخ 14 سال 1400 امتحان کنکور داشتم، ولی اصلا به این ایدیا و به این فکر نبودم که روز ما نتانم دوباره درس خود ادامه بدم و یا شاید 10 روز آینده دیگه حکومت نیست و تغییر میکنه، رژیم تغییر میکنه، همه چیز نظام تغییر میکنه. اصلا به این فکر و ایدیا نبودم. به بسیار شوق امتحان کنکور سپری کردم. به فکر هزی بودم که زودتر امتحان نتایج اعلان شه دیگه شروع کنم درس خوده. ولی متاسفانه قسم تغییر کرد که اصلا انتظارش نداشتیم. اصلا باورمان نمیشد. سقوط کابل اصلا باورمان نمیشد. ولایت یکی به یکی دیگه سقوط میکردن. خیلی وضعیت خراب بود، خیلی دردناک بود. به اندازه‌ای که وحشت داشت که مردم ولایت و کابل پناه بردن، او دگان وحشت ما را زیادتر ساخت. پناه بردن مردم ولایت به کابل دگان وحشت زده ساخت ما. فکر نمی کنم هیچ کسی بدون کدام دلیل، بدون از اینکه ترسش بسیار زیاد باشه، بخواه خانه و کاشانه خود، جای خود، زندگی خود، مال خود، همه چیز خود رها کرده به جای مهاجرت کنه که اصلا یک خیمه، یک چادر به خاطر زندگی کردن، به خاطر امور کردن، به خاطر خواب کردن، به خاطر خوردن و شمیدن چیزی نداشته باشه، حتی به خاطر رفع حاجت جایی نداشته باشه. مردم ولایت آمدن به پارک های کابل پناه بردن. پارک های کابل پر شده بود از مردم، از خانم ها، از اطفال. این که خیلی دردناک و وحشتناک بود. مردم وقتی می دیدی یعنی خیلی ترس داشتن، ترس فوق‌العاده‌ای که از یک گروه تروریستی به ذهنشان داشتن. چون هر وقت کلمه طالبان به ذهن ما می رسید، کلمه طالبان را می شنیدیم، فقط به ذهن ما چند چیزه: انفجار، انتحار، راکت، مرمی، تفنگچه، این چیزا به ذهن ما می رسید. کدام چیز خوبه، کدام ایدیای مثبت از این گروه نداشتیم. به می خاطر فوق‌العاده ترس زیاد بود. شب روزی که کابل به سقوط رسید، کابل سقوط کرد، یک روز قبلش فوق‌العاده مردم نارام و پریشان بودن. همگی حتی بانک ها به نوبت شده بود، دهلیزهای بانک ها پر از مردم شده بودن. همگی هجوم برده بودن به خاطر از این که اونا پول خود، پیسه خود از بانک ها بگیرن. روز کابل به سقوط رسید، همگی مثل هر روز صبح حرکت کردن به طرف کار و وظیفه و پانتون و درس خود. من خود خانه بودم به خاطر که من تازه امتحان سپری کرده بودم و منتظر اعلان نتایج خود بودم. ولی برادرها پدرمشان همگی رفته بودن. از سر صبح دیگه حوازه از این که طالبا به ولسوالی های کابل رسیدن، طالبا آمدن به ولسوالی ها بیرقای خود بلند کردن. بعداً حوازه از این که آقای غنی فرار کرده به گوش تمام مردم رسید و تلفن ها به گوش همگی بود و فقط همه به همه زنگ زده می رفتن که هر جای هستین خدا به خانه برسونین، به هر جای، به هر منطقه و به هر جایی که هستین فقط خدا خانه برسونین. حتی
کسایی که مالک موترهای شهری بودن اونا به خانه رفته بودن. کسی که میخواست از وظیفه خود از پانتون و مکتب خود به خانه بره دیگه وسیله نقلیه وجود نداشت که اونا را انتقال بده. تمامگی با پای پیاده در سر کابل آمده بودن. یکی از هرزن قیمت کابل به دالمان رفت، که از دالمان به کارتینه و خیرخانه رفت و با پای پیاده. لیکن که ساعت 10 صبح بود که پدرمشون همگی با وحشت و ترس خانه رسیدن. گرچه من تا او وقت مثلا باور نمی کردم، مثلا به این باور نبودم که کابل سقوط کرده باشه. باور به این نمی کردم که آقای غنی فرار کرده باشه یا طالبا به ولسوالی ها رسیده باشه. خیلی یک وقت ترسناک